شما رفتید اسرائیل محو کردید و رفتید مسجد الاقصی. اگر نمازخوانی در ایران باقی مانده بود با حکمرانی جمهوری اسلامی به امامت ولی امر مسلمین جهان اونجا نماز خواندید. نظریه تمدنیتون چیه؟ میخواید گشت ارشاد برقرار کنید؟ میخواید اون دخترای خوشگل فلسطینی غزه‌ای که دیدید فیلماشونو چقدر با نشاط زندگی میکردن، اونایی میخواید به زور چادر و روسری سرشون کنید؟ میخواید اینترنت فیلترینگ کنید؟ میخواید تورم 45 ساله 2 رقمی براشون تحمیل کنید؟ میخواید بحران آب درست کنید؟ میخواید بحران برق درست کنید؟ میخواید مصرف کالریشون بیارید پایین؟ نیمی از مردم ایران نمیتونن کالری مورد نیاز حالا 2100 روزانه اگه من توی اجتماع کنم نمیتونن تامین کنن. 1/3 مردمتون فقیرن. این کارو میخواید کنید؟ میخواید کاخ سفید حسینیه کنید، مداحان برن اونجا